به ما سوال دادن که قربانی را فقط آیا روز عید قربان میکنیم و کدام وقت یا دیگر روزها هم هست؟ قربانی 3 روز دارد، یعنی وقتی که شما دارید 3 روز است. روز عید قربان فردا بعد از نماز عید تا نماز عید ذبح کردن، قربانی کردن این حساب نمی شود. در زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم، در عهد پیامبر صلی الله علیه و سلم، یک مرد ذبح کرد پیش از نماز عید و به نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم آمد و گفت که من قربانی کردم. پیامبر گفتند این هدیه نیست، گفتند این هدیه نیست، این قربانی حساب نمی شود، گفتند این لحم است، این گوشت است، این بخور، از این بخور، حلال است، اما اجر و پاداش قربانی را نگرفتی، زیرا که قربانی بعد از نماز عید است. نماز عید میخونی تا افتاب از سوتای 8 تا سوتای 11 نماز عید میخونی، بعد از این به ملال میروی بسم الله الله اکبر میگویی، ذبح میکنی به خاطر الله و انمین قربانی است. به مجرد خونش ریختن این عبادت است و همین قربانی را میتوانی که یکم روز عید قربان بعد از نماز عید بکنی، یکم روز فردا بعد از نماز عید وقت شروع می شود، بعد از نماز عید وقت شروع می شود تا شب، پس فردا دویم روز و بعد از این روز سوم هم تا نماز عصر وقتی قربانی کردن هست. یعنی وقتی قربانی هم یک روز، روز عید، دوم روز بعد از روز عید، سوم روز تا نماز عصر است. این وقت را وقتی اشراق میگن. برای همین بعد از هر یک نماز فرض الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد در این روزها گفته میشد، روز اشراق میگن. بارک الله فیک.